رسم دنیا در همین است، آن که آمد رفتنی است، بعد رفتن نامه نکرد. داری که بیاری به ما بتی؟ وقتی شرایط تکلیف کاروان تکلیف 10,000 باتی دکار بودیم 10,000 بات خیال باشید ایوان خب خیر خواست و مکتب تمام کنه مکتب تمام نشد تا همراه پدرجان مادرجان باش میوه خوش باشن ما هم خوشحال یعنی نانوای میده با تو دون تو روز خدا روز بعد نبره ما نفر روز بعد است ما هم خدمت اون باشه مده خدمت والا رئیس جمهور خو بسیار کاراست که با مردم باید سلمان بیادرم جان و جوره تا جگرت جانم شعر بیاد از خیرت فهمیدی دمی منطقه فهمیدی دعوا کرد عروسی کردی؟ چطور زندگی متأهلی گفتی یگان تو؟ والا زندگی متأهلی خوب بگم کرد سلام و صد سلام خدمت شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب آذان افغانستان. امید که جور صحت و صحتمند باشید. یک بار دیگر مصطفی محمدی با جمعی از همکارانم در یکی از گوشه های دیگر کابل آمدیم تا بر شما گزارش داشته باشیم. تشکری میکنم از دوستایی که چینل ما را سابسکرایب نموده، کامنت گذاشته و همچنان دوستایی که جدید به چینل ما پیوستند. با ما باشید و از داشته های برنامه لذت ببرید. انتخاب کو حقیقت یا جرأت؟ حقیقت. کدام لحظه زندگی که زیاد خنده کرده باشی؟ وقتی که همراه پدرجان مادرجان باش میوه خوش باشن ما هم خوشحال یعنی پدر مادر که خنده کنن ما اولادم خنده میکنیم یعنی دیگه وقتی اونا خوش باشن اولادم خوش میباشه دیگه. تبریز پدر و مادر خوش اولادم خوش باشه. سعید پدرجان بخیر باشی پدرجان. سلامت باشی. انتخاب کنین حقیقت یا جرأت؟ نه جرأت. جرأت. موبایلتان بگیرین برای یک اندیوالتان زنگ بزنین بگو ما موبایل خریدیم یک 10,000 افغانی کمبود کردیم که ببینیم که امو رفیقت چقدر تو وفادار است یا حتی تو کمک میکنه یا نه. درسته صاحب امتحانش میکنیم مشکل نیست. زنگ بزنیم بلنگو کنیم دوستان بشنن. بله لالا زکی سلام علیک. سلام علیکم زکی بخیر. ساعت خوب خیرتی چی گفت زکی جان خوب هستی دیگه؟ الان بخاری هم میکنم لالا. والا بابا یک موبایل خریدیم میشه خیلی خوشم آمده یک 2,000 دادیمش دیگه پیسه کم بود شده اینجا گرام ماندیم از خیرت یک 10,000 افغانی داری که بیاری به ما بدی؟ وقتی شرایط تکلیف کاروان تکلیف 10,000 باتی دکار بودیم 10,000 بات خیال باشید ایوان خب خیر آجا خدا میکنم ندارم میشه حالا خوشم آمده
پیسه هم کم بشه انشالله برای تا یک ماه میتونم یا دلش خندی دیگه تا حالا نمیشه 10,000 کیا میشه دارم. خیر است حالا اگر داری نداری گم که گپ نیست خیر است اگر داری بیار که همیشه حال 2000 دادیم من 2000 روپیه نسوز همیشه بیانه دادیمش. در کجا هستی؟ ما در سینمای پامیر. سعی برای من کجا قدم میگیرم. خیر بینی لالا بس خیر خدا برسان. انتخاب کو حقیقت یا جرأت؟ حقیقت. کلانترین پشیمانی در زندگی کی است که بسیار پشیمان است؟ والا یگانه پشیمانی مامی است که خواست مکتب تمام کنم مکتب تمام نشد. تا در خواندم بعد از دیگه نشد. چرا نشد؟ نشد دیگه بچه‌ها گفتنی رقم الهی شد مکتب. تا مثلا در خواندم بعد از دیگه نشد مکتب بریم. بخیر باشی بیادر. سلامت باشی بیادر جان زنده باشی. بخیر. قربان. جرأت چند خوب گپ نیست. جرأت شه. اگر 1 میلیون افغانی داشته باشی اولین کاری که انجام میدی چی خواهد بود؟ والا اولین کار این پدر و مادر به حج روی بکنیم. پدر و مادر به حج مادر ماشاءالله. تشکر از اینکه احساس دارین که مادر و پدر به حج روان کنید. والا یه احساس خواهی آرزوی مسجد صد صحیح باید همو چرا که همو عقش میشه باید برسونیم به چرا که اولاد استیم کلان کرده ما زحمت کشیده سر ما باید به حج برسونیم چرا که او عقد داشت ما را زن بده آرزوی ما را کرد ما حق داریم این آرزوی را به حج برسونیم باید و اینمی آرزوی ما است. آرزوی کردی؟ چطور زندگی متأهلی گفتی یگان تو؟ والا زندگی متأهلی خوب بگم که خوب است. واقعا بیادر که اگر تو 1 میلیون افغانی داشتی چی اول کار که انجام میدی اولین کار چی خواهد بود؟ از ما نمی گپ می بیادر ماست ما میخوایم پدر و مادر ما برای حج کند ما را کلام کرده به ایسن دستان دالی ما باید برش بکنیم که پس دیشان سفید شده باید به حج روانشان کنیم. خب ایلالا حج روان کنه تو عروسی کن. ها؟ تو زن میگی چطور؟ نه من زن نمیگیرم مجردی خوب است. خوب است. بخیر باشین هر دوی. زنده بخیر باشین. بخیر باشین. موبایلتان بگیرین برای یک رفیقتون زنگ بزنین بگو ما دمیج جنگ کردیم اون نفرها مرا 3-4 نفر بود لطم کردن پیسای ما برده ببینیم چی میشه. باشه گپ نیست. برای یک رفیقتون زنگ بزنین. آره بچه‌ها. بلنگو کنید که دوستای عزیزم بشنوه. باشه گپ نیست. جور بخیر پالون خوب هستی؟ خوب است من بیادرم جان و جوره. تجیگرت جانم شعر بیاد از خیرت فهمیدید دم منطقه فهمیدید دعوا کردیم کل چیزای ما هم گرفتن فهمیدید بیا از خیرت تا همیشه کارت دارم. در کجا هستی فعلا پلارتن هستم. سایز نورا میرسون در که ترسم باشه خدا رت شعر تجیگرت نفس بیا از خیرت زود بیا دیگه. میای بخیر. خب رفیقایتان میای بخیر؟ میای بخیر کم موندم درست. اون آمد را. لالا میبخشین جنگ منگ نکرده ایلالا ما جور تیار است شکر ما خواستیم شما را آزار بدیم. خوب هستین؟ سلام علیکم خوب هستی بیادر جان جوره؟ ور خطا نشین ما برنامه داشتیم امرای بیادر که شما خطا نشده باشه. رفیق ما سندیال ما بیادر است اگه مثل بیادر است که زنگ زد ما بر اومدیم رسیدیم دیگه رفیق روز بعد باش این طرف بیا که رفیق روز بعد باش رفیق وقت خوشی زیاده بیادر جان فهمیدی باید در اون روزا بعد یک رفیق خود شما بخوریم یک دیگ بار کنی پلاو بار کنی هر کس هر چلول نان بای میده باید دون تو روز خدا روز بعد نبره ما نفر روز بعد است ما هم خدمت اون باشه ما در خدمت بخیر باشین بخیر باشین اندیوالتان شکر جور تیار است جنگ نکرده ما متو خواستیم شما را آزار بدیم گپی نیست بیادر جان بخیر باشین از کلتان تشکر بخیر باشین رسم دنیا در همین است آن که آمد رفتنی است
بعد رفتن نامه که در زبانها مانده نیست. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آن که بالا نشیند آخرش افتاده نیست. سلامت باشید برادر جان. بیننده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. امید که از برنامه لذت برده باشید. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده کامنت بگذارین و با دوستایتان شریک کنید و همچنان صفحه فیسبوک ما را هم لایک کنید و فالو کنید. تا برنامه دیگر، الله حافظ، خدا نگهدارتان.